مقامات تاجیکستان از اینترپل پلیس بین المللی خواستند رویخط شهروندان این کشور را که دیش برای انجام عملهای تروریستی در اروپا آماده کرده است با آنها در میان گذارند. در این رویخط که بعدی آزادی موصل در میانه‌های ماه ایول مقامات عراق از یک بنای خراب شده پیدا کردند، اسم 173 نفر ثبت شده است که دیش آنها را برای انجام عملیات‌های تروریستی به اروپا انتقال می‌دهد. روزنامه آلمانی دای ولت نوشته است که در این رویخط نام، عکس و زادگاه تندروانی دیش ثبت شده است. در برابر شهروندان عراق، تونس، مراکش، اردن و عربستان سعودی، شهروندان تاجیکستان نیز شامل این رویخط بودند. به نوشته این نشریه، امریکا این رویخط را آموخته بعداً به پلیس بین المللی اینترپل داده است. یک نماینده ساختارهای انتظامی تاجیکستان روز 7 ایول بر رادیو آزادی گفت مقامات از پیدا شدن چنین یک رویخط که در آن اسم شهروندان تاجیکستان نیز هست خبر دارند و نسخه آن را از اینترپل درخواست کردند. او گفت باور دارند که این رویخط زود دسترس می شود، زیرا اینترپل نیز هوسمند همکاری و پیشگیری از تروریسم است. هم صحبت ما میگوید دیش در گذشته نیز شهروندان تاجیکستان را برای پیاده کردن عملهای تروریستی بیرون از قلمرو عراق و سوریه فرستاده است. مقامات نفری را که اولی سال 2016 از سوریه به تاجیکستان آمد بازداشت کردند. قرار بود این شخص در تاجیکستان عملیات تروریستی انجام دهد. در آلمان نیز محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان با درخواست مقامات انتظامی کشور بازداشت شد که از جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی بود. محمد سعید سعیدوف ساکن 31 ساله شهرک شراره ناحیه ایسار اولی سال 2016 در آلمان بازداشت شد. مقامات آلمان گفتند که او همراه با پناهندگان سوریگی وارد خاک این کشور شده است. دادستانی آلمان اعلام کرد که نسبت به سعیدوف پرونده باز شده است. شرکت سعیدوف در جنگ‌های سوریه دقیق است، ولی معلوم نیست که او با کدام هدف وارد آلمان شده است. حالا معلوم نیست که اسم کدام جهادی تاجیک در رویخطی که عراقی‌ها پیدا کردند شامل است و همچنین معلوم نیست که این جنگیان بعد شکست موصل به کجا فرار کردند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ایول در صحبت بر رادیو آزادی گفت در صورت دسترس کردن رویخط اینترپل جانب تاجیکستان آن را می‌آموزد و معلومات خود را با خدمات مربوطه کشورهای دیگر در میان می‌گذارد. روزنامه دای ولت نوشته است که 6 نفر شامل این رویخط زادگان کشورهای اروپایی مثل بلژیم، نیدرلند، فرانسه و آلمان هستند. با تکیه به مقامات آلمان نشریه اسم شهروند این کشور را آشکار کرده است. این نفر سمی جی 27 ساله بوده است که در صف گروه تندرو با لقب ابو اسید الآلمانی می جنگیده است. گفته می شود او کشورش را سال 2012 ترک کرده به مصر رفته است، بعداً به لیبیا و دیرتر از طریق ترکیه به سوریه رفته به گروه های تندروی دولت اسلامی پیوسته است. زن و کودکانش نیز همراه او بودند. درباره او معلومات دقیقی روی دست نیست. ماه ایول دستگاه ترغیباتی دیش از هلاکت او در رقه خبر داد، ولی شرح نداد که او چی طور هلاک شده است. مقامات آلمان به خبر هلاکت او باور ندارند و میگویند احتمالاً این بهانه برای پنهان کردن او از جستجو است. این یک حالت غیر معمولی است، ولی مقامات اکتشافی بر این باورند که احتمال این خبر دروغ باشد و با این راه او را از جستجو پنهان کرده به اروپا برای انجام عمل انتحاری فرستند. در راست نام هر کس وظیفه جنگی او اشاره شده است. مثال در پهلوی رویخط سمیج مرد آلمانی عضو دیش گفته شده است بمبگذار مرگ طلب. از کشورهای اروپایی بیشتر از 6000 مرد و زن به گروه‌های تندروی دولت اسلامی پیوستند که نزدیک 1000 نفر آنها از آلمان میباشند. هنوز دقیق نیست که چه تعدادی از آنها زنده باقی مانده است. از تاجیکستان بیش از 1000 نفر به دیش پیوسته است. هنوز معلوم نیست که چند تن از آنها کشته شده است و بعد شکست گروه تندرو به کجا رفتند.